مرحله دریایی رزمایش بزرگ ضربت ذوالفقار امروز با حضور یگانهای مختلف نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران آغاز شد. در این مرحله از رزمایش که با رمز مقدس یا ابو عبدالله شروع شده است، دلاورمردان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با استفاده از ده‌ها فروندناو، ناوچه، هواناو، قایق‌های تندرو، تکاوران و تفنگداران دریایی قسمتی از توان و اقتدار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را در حراست و صیانت از مرزهای آبی و خاکی میهن اسلامی به نمایش گذاشتند. امیر سرتیپ سیاری سخنگوی مرحله دریایی رزمایش بزرگ ضربت ذوالفقار وسعت برگزاری رزمایش را 250 کیلومتر مربع از آبهای خلیج فارس و دریای عمان ذکر کرد و افزود در طول روز جاری عملیات تاخت آبخاکی با شرکت یگانهای نیروبر نیروی دریایی، یگانهای پروازی نیروی دریایی و یگانهای زیر سطح نیروی دریایی به مرحله اجرا درآمد. عملیات تاخت آبخاکی با ویژگی‌های نفوذ از زیر سطح، نفوذ از راه سطح به ساحل و نفوذ از راه هوا به طرق مختلف امروز به مرحله اجرا گذاشته شد. در نخستین مرحله از رزمایش دریایی ضربت ذوالفقار، نیروهای عمل کننده با اجرای تاکتیک‌های جدید نظامی، قرق و پاکسازی مناطق عملیاتی، پرتاب انواع موشک‌های سطح به سطح و سطح به دریا، مواضع دشمن فرضی را نابود کردند. گروه اعزامی واحد مرکزی خبر، رزمایش ضربت ذوالفقار، خلیج فارس.